سلام، مریم هستم. به کانال من خوش اومدین. بچه تو ویدیوی امروز بعضیاتون نوشته بودین که ماساژ خط خنده رو نشون بدم بهتون. یه سری ماساژ قبلا بهتون نشون دادم برای صورت و اینو تا حالا نشون نداده بودن که بعضیاتون درخواست کرده بودین که نشون بدم. منم امروز تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم. ولی اگر تا حالا سابسکرایب نکردین، این پایین سابسکرایب هست، سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین. اگر هم این ویدیو خوشتون اومد یه لایک بدین. خب بریم سراغ ویدیو. صورتمو من تمیز کردم، هیچ کرم و هیچ سرومی هم نداره. باید این همه ماساژهای صورت رو روی پوست تمیز انجام بدیم. به یه دونه روغن لازم داریم که روغن صورت باشه. بعد من میخوام با دست بهتون یاد بدم، ولی 2 تا تولز هم دارم که قبلا بهتون نشون دادم. بیشتر برای همین خط خنده هستش. من خودم تا حالا اینجا همون ژل نزدم. ببینید الان که میخندم خط قشنگ میفته، اینجا 2 تا میفته و وقتی که سنمون میره بالا کالاژین پوستمون رو از دست میدیم و اینا شل میشه و هیچ ماساژی هم به ماساژ دست نمیرسه. چرا؟ برید توی کلینیکا فیشال و اینا، خب خیلی خوبه، ولی من همیشه میگم وقتی که اسکین کرتون رو انجام میدین صبح یا شب 5 دقیقه ماساژ دست انجام بدین، ولی باید هر روز باشه. به واضح میبینین بعد یه مدت که اینا همه باز میشه، کمتر میشه. خب یکی از ماسلایی که توی صورتمون هست و گرد هستش، ماسل دور دهن هست به این صورت که الان میریم. اول با ماساژ دست بهتون نشون میدم و یه دونه تول من اینجا دارم، میگم قبلا رو نشون دادم ولی باز انجام میدم، لینکش هم میذارم پایین صفحه. و یکی دیگه ماساژ گواشا هست که من 2 تا سایزش رو دارم که یه ذرم با این براتون انجام میدم که اینم بدونین. و با هم دیگه شروع میکنیم که انجام بدیم. خب یه ذره من روی روغن میریزم کف دستم. روغن من هم از روغن اوردینری هستش به این صورت. بچه ها میپرسین زیر ویدیوها با روغن بادوم، روغن زیتون، روغن نارگیل اینا میشه ولی خب اگه روغن صورت باشه خیلی بهتره. روغن رو توی دستم گرم میکنم اول قشنگ به این صورت و جوری فشارش میدم روی پوستم. خب برای ماساژ دهن، چون همه این ماسلا اینجا به هم وصله، اول یک ذره صورتمون رو گرم میکنیم. ببینیم الان اینجا میخندم، ما خط دور خنده رو میخوایم ولی به این ماسلای اینجامونم بستگی داره. من توی اسکرین رو اینجا نگاه میکنم، به عنوان آینه استفاده میکنم. خب اول از همه اینجا رو با این 2 تا دستامون میگیریم. 1 2 3 4 5. حالا این چون برای این ویدیو من 5 تا میکنم، شما میتونین تا 20 تا هم انجام بدین، ولی وقتی که دستم رو میارم اینجا نگه میدارم حالت یه فشار کوچیک میدم. ببینین خیلی هم نمیخواد قدرت دستتون زیاد باشه، حالت میدیوم باشه به این صورت. اینو 10 تا 20 بار انجام میدین. بعد این 2 تا انگشت رو میذارین اینجا که پره های دماغتون هست، میارین پایین روی چونه، میبرین بالا، اینم به حالت 10 تا 20 تا انجام میدین. بعد اینجا رو میبینید گوشه های دهنو با دستم به این صورت میارم تا وسط گوشم، نه بالای گوش نه پایین گوش، وسط گوشم اینجا نگه میدارم. ببینید همچین انگشتاتون میره به خط، ببینید زیر گونه، اینجا میذارید زیر گونه از گوشه دهان
زیر گونه. ببینید این شد 3 تا کار. حالا من اینو براتون یه ذره سریع انجام میدم که ببینین. اوکی، بعد با دستتون به حالت میکشین به طرف بیرون، اینو دیگه نمیارین تو. ببینین 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. بعد اینجوری ببینین حرکت دست منو میذارم اینجا، یه ذره میام پایین، زیر خط گونم میکشم، میذارم اینجا، میارم پایین، زیر خط گونم میکشم. ببینین حرکت دست من چجوری، انگشتام به این صورت میذارم اینجا، به این صورت. و بعد چند بار که این کار رو انجام دادیم ضربه روی این خط میزنیم به این صورت. بعدم شما میتونین یه بار صورتتون رو انجام بدین، بعد با این وری که انجام ندادین مقایسه کنید، با همین یه بار میبینین که این ور یه ذره لیفت شده. به این صورت میزنیم. خب بعد دستامونو میذاریم به این صورت، منگار که میخوایم داد بزنیم. ببینین نگه میدارین دوباره اینجوری، نگه میداریم. ببینید این چند تا کار رو انجام بدین. من همیشه تو ویدیوهام میگم برای خودتون گل بذارین هفته اول از 20 تا شروع کنین، بعد 30 تا بکنین، بعد 40 تا بکنین، ولی هر روز انجام بدین. واقعا میبینین. خب خیلی دوست ندارن بوتاکس و جل و از این کارا بکنن، با دست واقعا میتونین ببینین به وضوح. بعد من گفتم تولزا دارم، حالا براتون ویدیوشو میذارم این بالا، بریم ببینین. اونم این از سارا چپمن هستش، یک اسکین کر لاین انگلیسی هستش، خانمی که تو یوکه هست. این یکی از تولزاشه، اینا میچرخه و دسته داره. این برای خط خنده و چونه زاویه دادن به فک حرف نداره. روی صورت چرب باید انجام بدین، ولی پوستتون رو میشکونه. اینو میذارین روی چونتون، ببینین باز میشه. میبینین واقعا تولز عالیه. یه دلیلی که من به خطای خندم تا حالا ژل نزدم این دستگاه که نمیشه بهش گفت، این وسیله هستش. ببینین حتی با ایناش که میچرخم اینجوری میتونین انجام بدین. من به جای ضربه با دست بعضی وقتا با ته این اون جاهایی که میخوام خطشو کم کنم اینجوری ضربه میزنم، هم اینی که خون جریان پیدا میکنه. دیدین؟ یه بار دیگه براتون انجام میدم. این هم برای زاویه سازی فک، از بین بردن خط خنده و حتی برای زیر گونه هم میتونین از این استفاده کنین. کار بعدی که میتونین بکنین گواشا هستش. این کوچیکتره، این بزرگتره، بستگی به خودتون داره. من با این انجام میدم. هم میتونین به اینجا انجام بدین، روی زاویه فکتون انجام بدین، هم اینو میتونین بذارین اینجا بکشین بالا. بعد یه کار دیگه هم که میتونین بکنین، میتونین یه کاسه آب یخ درست کنین، اینو اول بندازین توی کاسه آب یخ
و خنک هست مثل فریز هستش، باهاش کار کنین. خیلی هم باعث همین گردش خون میشه. خنکی و یخ میدونین که برای پوست خیلی خوبه و باهاش کار کنین. بعد همونجوری که گفتم این ماسل دور دهن به مال چونم وصل میشه. همونجوری که میبینی حرف میزنیم، ماسل دور دهن و چشم که گرد هست بیشترین ماسلایی هستن که تو صورت ما کار میکنن. برای همین وقتی کسی هستین که نان استاپ حرف میزنین مثل من هستین، خب این ماسله تکون میخوره. وقتی هم که ما کالژین رو از دست میدیم سگی میشه، میفته. همونجوری هم حرف میزنیم و این خب باعث خط و خطوط میشه. با این کارا بعدم اگه فکرشو کنین که بخواین ژل بزنین اینجاتون، شما میتونین سالی 2 بار بزنین. اگه بخواین به قاعده ژل زدن پسند کنین 2 بار بیشتر. اگه بخواین تون بزنین که فرم صورتتونو اینا از صورت آدم میشه مثل بالش پف میکنه. حتی بخواین یه سالی 2 بارم این کارو بکنین، بازم احتیاج دارین که تو خونه ماساژ بدین، حالا چه با این طولایی که من بهتون نشون دادم چه با دستتون. پس فقط ژل زدن و کارهای زیبایی تو پوست کردن باعث این نمیشه که پوست خوبی داشته باشین یا خط و خطوط نداشته باشین. بعضیا میرن هر 3 ماه میزنن این پف 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 میکنه، زشت میشه، غیر طبیعی میشه. ولی خب اگه کسی هستین که دوست دارین اون کارا رو بکنین، قاعدش اینه که سالی 2 بار نهایت بخواین برین اینجا رو ژل بزنین، بقیهش رو باید خودتون انجام بدین. حالا من با این طرفش که کوچیک‌تره به این صورت میکنم، یه ذره اینجا رو انجام میدم، ولی بهترینش برای خنده از اینجا هستش که انجام بدین. بچه من سعی دارم میکنم ویدیوهای کوتاه درست کنم که بتونین ببینین، حوصلتون سر نره و بتونین انجام بدین. به زودی هم براتون ولاگ درست میکنم، اگه دوست داشته باشین تو کامنت ها برام بنویسین. حالا من اینایی که بهتون نشون دادم لینکشو میذارم پایین صفحه، اگه دوست داشتین بریم ببینین. این کارم صورتتونه که چرب میکنین، دارین تلویزیون نگاه میکنین، همین یه دونه کارم نگاه انجام بدین، واقعا میبینین تاثیرشو. ببینین همین یه دونه کارم انجام بدین واقعا تاثیرشو میبینین. امیدوارم که از این ویدیو کوتاه و خودم فکر میکنم کاربردی خوشتون اومده باشه. مثل این ویدیو که برام نوشتین دوست دارین من درست کنم، باز برام بنویسین. اگه تا حالا سابسکرایب نکردین این پایین هست، سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین، یه لایک خوشگلم بدین، کامنت هم یادتون نره. تا ویدیوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.